سلام. امروز می‌خوایم کلی خوراکی عجیب غریب تست کنیم. واقعا از تست بعضیش میترسم. دعا کنید زنده بمونم. سعی کردم اولیش رو یه چیز ساده انتخاب کنم که از همین اول نمیرم. اینا آب نبات دودی فکر کنم. یه همچین چیزی با نی باید بزنیم و ازش دود میاد بیرون. نمیدونم دقیقاً چه جوری. درقایی هم هست. چه طعمش هم خوبه. 1 تا 10 بهش نمره بدم بهش 9 میدم. که بعدی اینه بهش میگن ژله خودکاری، ولی شبیه خودکار نیست. من فقط باید به این از نظر طعمش امتیاز بدم. نه واقعا بهش 4 میدم چون طعم بلوبری میده. خوراکی بعدیمون خیلی باحاله و خیلی دوست داشتم اینو تست کنم. بهش میگن ژله بادکنکی فکر کنم. داخلش رو ببینید خیلی بهش اصلا بوی خوراکی نمیده. یه ذره تست کنم. حس می‌کنی داری یه چیز دیگه می‌خوری. مزه صفر، ولی خب بابا درست کرد. میخوام امتیاز کلی بدم 5. خوراکی بعدی اینه که میگن خیلی ترشه. اصلا از چیزای ترش اونقدر خوشم نمیاد. من نمیدونم چرا اینو خریدم. بسم او آناناس میده. چجوری میخواد ترش باشه؟ اصلا ترش نبود. اصلا خوشمزه نیست. 3. اسپری آب نباتیه و این ترش نیست. اینو باید اسپری کنی توی دهنت. خیلی خوراکی عجیب غریبی داره. خب اینو باید اسپری کنیم روی زبونمون. یه چیزی بین شربت سینه و این قرص جوشاناست. خوراکی بعدی ایناست. فکر میکنم هندی باشه. نگاه ژله انگوره. این میخوام نمره بدم 6 میدم، ولی هندونش بدی داره توش. این میدم 3. از همشون این بهتر بود و از همشون افتضاح تر و این بود، چون افتضاح بود طعمشون. افتضاح. اگه بازم از این ویدیو خواستین و دوستش داشتین حتما بهم تو کامنت ها بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.